در مورد مسائل ساحلی یه مسئله داشتیم که تو اون مسئله همیشه تو صورت سوال راه کشتی رو میدادن. بله حتما مسائلی که داشتیم راه کشتی مشخص بود تو صورت مسئله. راه کشتی تو مسئله مشخص بود. راه کشتی مشخص بوده و مسئله رو حل میکردیم تا مثلا میرفتیم راه CMG رو کورس مید بود راه واقعی رو پیدا کنیم. حالا میخوایم مسئله‌ای حل کنیم که برعکس این باشه. این مورد باشه. یعنی تو این راه، تو این گونه مسائلی که در آن مقصد مشخص شده در نتیجه راه واقعی پیموده شده مشخص است و در آخر راه کشتی را باید به دست آوریم. خب الان میخوام مسائل حل کنیم که برعکس اونه. یعنی تو این مسائل راه واقعی پیموده شده و داریم داخل سوال CMG رو داریم، میخوایم بریم CTS رو پیدا کنیم. تو اون سوالاتی که حل کردیم CTS رو بهمون داده بودن. یه مرور میکنم. مبدأ رو به دست می آوردیم CTS رو میکشیدیم. حالا اگر فقط مثلا جریان آب بود DR رو 1 ساعت رو مشخص میکردیم. جریان آب رو از بعد 1 ساعت میزدیم. سرعت آب رو مشخص میکردیم. حالا چند گره بوده. بعد مبدأ رو به جریان آب وصل میکردیم که CMG به دست میومد. بالایی میشد CTS رو کشیده بودیم. پایینی در آخر CMG به دست میومد، راه پیموده شده واقعی. جریان آب هم میشه بنویسید ست. خب این ما مسائلی بود که قبلا حل کردیم. حالا برعکس اون مسئله هست دیگه. CTSی در کار نیست، در عوضش مبدأ رو به ما دادن و مقصد همون EP ماهه. یعنی EP رو به ما دادن. مثلا میگه کشتی بعد 1 ساعت، بعد 2 ساعت، بعد 3 ساعت، بعد هر چند ساعت رسیده به اینجا، یا اصلا میخواد بره اونجا. ما میخوایم این مسائل رو حل کنیم. راه حلش رو میگم. خب تو این جور مسائل اولین کاری که میکنیم پس شد مسائلی که مقصد تو اون مشخص شده. مقصد مشخص و جریان آب داریم. دیگه باد نداریم، فقط جریان آب. حالا تو حل مسئله اول مبدأ رو مشخص میکنیم. میتونه به هر روشی باشه، مثلا سمت و فاصله. مثلا یه سمت دادن از یه چراغ و فاصله از اون چراغ هم دادن، ما این نقطه ما به دست میاد. این میشه مبدأ ما. خب کار بعدیمون مشخص کردن مقصد هست. تو صورت سوال میگن مثلا کشتی میخواد بره اینجا یا بعد 2 ساعت رسیده اونجا. اینطوری سوال میدن. میگن آقا کشتی مقصدش مثلا اون چراغ هست، مقصدش اون جزیره است، اون سکو است.
مقصد هم میریم مشخص میکنیم با هر روشی که دادن، حالا یه نقطه است یا یه سمت یه فاصله است، این هم مشخص میکنیم مقصد رو به هر روشی که مقصد رو داده باشن، سمت و فاصله یا هر روش دیگه ای. کار بعدیمون وصل مبدأ به مقصد. خب مبدأ رو به مقصد وصل میکنیم. خطی که مبدأ رو به مقصد وصل میکنه این همیشه باید 2 تا فلش روش بذاریم، میشه CMG. خب کورس مدگود یا راه واقعی پیمود شده اون مشخص شد. حالا تو این جور سوالات جریان آب رو از مبدأ رسم میکنیم. جریان آب را از مبدأ رسم میکنیم و سرعتش هم مشخص میکنیم. مثلا جریان آب داده 120 درجه. خب من از رو کمپرسور 120 رو پیدا میکنم، میام اینجا 120 رو میکشم. این میشه جریان آب ما. 3 تا فلش هم داره. این نکات باید رعایت بشه، فلشاشون گذاشته بشه تا اون طراح، اون کسی که سوال رو تحصیل میکنه بدون این خطی که شما کشیدین نشون دهنده چی هست. خب 3 فلش که بزنین یعنی جریان آبه. مثلا سرعت آبم 3 گره است. 3 گره رو روش مشخص میکنیم، مثلا این نقطه به دست. حالا مهمترین قسمت حل مسئله اینجاست که چیکار باید بکنیم. مبدأ رو به دست آوردیم، مقصد به دست آوردیم، به هم وصل کردیم، CMG مون مشخص شد، کورس مید بودمون. حالا جریان آبم از مبدأ کشیدیم، سرعت آبم مشخص کردیم. مهمترین قسمت حل مسئله اینجاست که باید دقت کرد تو انجامش. خب دهانه پرگار یا همون دیوایدر رو به اندازه سرعت کشتی گرفته. خب میریم مثلا سرعت کشتی تو سوال دادن 10 گره. سرعت کشتی رو دادن 10 گره برای مثال. ما میریم بغل نقشه پرگار رو به اندازه 10 دقیقه باز میکنیم. یعنی 10 دقیقه یعنی 10 مایل دیگه. هر 1 دقیقه میشه 1 مایل. خب پرگار رو به اندازه 10 دقیقه باز میکنیم. خب دهانه پرگار الان به اندازه 10 مایل بازه. بعد چیکار میکنیم؟ یک پایه آن روی جریان آب و پایه دیگر خط CMG رو قطع کند. خط CMG را قطع کند. خب پرگار رو برمی‌داریم، 10 گره به اندازه 10 گره باز کردیم، یه پایش گذاشتیم رو جریان آب، پایه بعدیش مثلا اینجا برخورد میکنه، هر جای CMG برخورد کرده. حالا این بغلش هر جای خط ممکن 12 گره باشه اینجا بخوره، 10 گره اینجا یا 8 گره اینجا، بستگی داره دهانه پرگار به چه اندازه باز شد. این نقطه رو CMG مشخص میشه. خب مهم همین مرحله بود. پس دهانه پرگار رو به اندازه سرعت کشتی باز میکنیم، یه پایش رو آب میزنیم، پای بعدیش هر جای خط CMG قطع کرد همون نقطه رو مشخص میکنیم. در آخر جریان آب رو به همون نقطه وصل میکنیم. این خطه میشه CTS ما، راه کشتی ما، راه
سکانی کشتی ما، یعنی این راه رو باید بریم تا به مقصد برسیم. حالا چند درجه است، باید چیکار کنیم؟ خطکش رو بزنیم روش و بریم رو کمپاس روز بخونیم، مثلا در مورد 70-80 درجه. اینم حل مسئله ای که در اون جریان آب داده، مقصدم مشخص کرده. حالا یه مثال امتحانی ازش حل میکنیم. خب این مسئله شماره 4، فاصله واحد شناور تا چراغ ابو موسی 10 مایل و تا بویه ترمینال نفتی مبارک 5 مایل می باشد. پس یه شناور هست، یه فاصله از چراغ ابو موسی داده، میگه فاصله اون تا چراغ ابو موسی 10 مایله و فاصله اون شناور تا بویه 5 مایل هست. دو تا فاصله به ما داده. شناور تقریبا در جنوب جزیره ابو موسی است، یعنی شناور تقریبا طرفهای پایین ابو موسی میخوره. در صورت وجود جریان آب با سرعت 2 گره و سمت 40 درجه، یعنی آبمون در جهت 40 درجه است، سرعت آب 2 گره است، سرعت کشتی هم 12 گره، فاصله و راه حرکت تو پرانتز CTS برای رسیدن به ترمینال نفتی شارجه را بنویسید. خب نگاه کنید، این از اون سوالاتیه که مقصد رو مشخص کرده، گفته کشتی میخواد بره ترمینال نفتی شارجه. پس ما تو این سوال برامون مقصد رو مشخص کرده، مقصد رو مشخص کرده. ما میریم طبق همین راه حلی که گفتم حل میکنیم. خب اول باید مبدأ رو مشخص کنیم تو سوال، طبق روشی که گفتم اول مبدأ رو مشخص میکنیم. کار اول اون مبدأ، بعد مقصد. خب مبدأ به چه روشی داده؟ به روش 2 فاصله. به روش 2 فاصله یعنی ما از ابو موسی 10 مایل فاصله داریم، از ترمینال 5 مایل، از بویه ترمینال. میریم رو نقشه، چراغ ابو موسی رو پیدا میکنیم. این چراغ ابو موسی، بویه ترمینال هم پیدا میکنیم. بویه ترمینال چند تا چی هست؟ این ترمینال مبارکه، محدوده ترمینال مبارک، اونایی که مربعی هن سکو هن. یکی از ایناش مربعی شکل نیست، یکی از ایناش شکلش اینجوری است، تقریبا شبیه یک بیضی مانند یا زوزنقه. این وسط این میشه اون بویه‌ای که منظورش هست، این بویه مهارش هست. خب فاصله مون از چراغ 10 مایله، از بویه 5 مایله. ما باید چیکار کنیم؟ پرگار رو برداریم، به اندازه 10 مایل باز کنیم. پرگار رو به اندازه 10 مایل، همون 10 دقیقه باز کنیم. یه پایش رو بذاریم رو ابو موسی، چراغ ابو موسی، یه پای دیگهش بیاریم اینجا و یه دایره 10 مایلی رو بزنیم. حالا اگر وارد باشین که نیاز نیست دایره بزنیم، یه نیم دایره کافیه. چه شکلی؟ با همون پرگار اون جایی که نیاز هست، ما تقریبا جنوب ابو موسی رو نیاز داریم دیگه، یه نیم دایره میزنیم. حالا فاصلمون از بویه 5 مایله، پرگارمون به اندازه 5 مایل باز میکنیم، میایم اینجا یه نیم دایره هم میزنیم به اندازه 5 مایل فاصله از بویه. خب این بالا هم میشد، یعنی شما یه نیم دایره 10 مایلی هم بالا میزدین، 5 مایلی هم میزدین، بالا هم قطع میکردن، ولی بالا به درد ما نمیخورد. دو تا موقعیت به دست میومد، یکی بالا یکی پایین. ولی تو صورت سوال مشخص کرده، گفته شناور تقریبا موقعیتش جنوب هست. پس ما اگر دو تا دایره کشیده بودیم، هم دو جا هم دیگه رو قطع کرده بودن، هم بالا هم پایین. دیگه بالایی به درد ما نمیخورد چون شناور تقریبا جنوب ابو موسی هست. پس ما اگر دو تا دایره میکشیدیم دو جا هم دیگه رو قطع میکردن که بالایی به درد ما نمیخورد، بخاطر همین دو تا نیم دایره پایین زدیم. این میشه، خودشون نقشه میدن
محل برخورد این دوتا نیم دایره میشه موقعیت مبدأ کشتی. خب پس تو این مبدأ ما فاصلمون از ابو موسی 10 تاست، از بویه 5 تاست. پس مبدأ رو مشخص کردیم. کشتی در ابتدای کار اینجا بوده. مقصدم تو سوال داده، گفته کجا؟ مقصد ترمینال نفتی شارجه. باید بریم ترمینال نفتی شارجه رو پیدا کنیم. اینجا ترمینال نفتی شارجه است، یه دایره دورش هست، وسطش یه بویه مهار است. ما اون بویه مهار یه دایره کوچیک زیرش هست، اونجا میشه مقصدم. چون کشتی میخواد بره ترمینال، میره بویه مهارش اونجا پهلو میگیره. پس بویه مهار ترمینال میشه مقصد ما. اینم شد مقصد، مشخص کردیم، میشه ترمینال نفتی شارجه. مقصدم مشخص شد. کار بعدیمون وصل کردن مبدأ به مقصد. این خطی که الان من کشیدم دو فلش میذاریم، اسمش هم میشه CMG، کورس میل بودمون. حالا باید چیکار کنیم؟ جریان آب رو از مبدأ بزنیم. اینم باید دقت کرد، جریان آب رو از مبدأ. جریان آب چند درجه است؟ 40 درجه. سرعت آبم 2 گره. خب خطکش رو میبریم رو 40 درجه. خب این 10 20 30 40. خطکش رو میبریم رو 40 درجه، میاریم رو مبدأ. خب این جریان آب رو کشیدیم، 3 فلش رو میزنیم. سرعت آبم 2 گره است. با پرگار 2 گره رو روش مشخص میکنیم. مثلا شده اینجا 2 گره رو مشخص میکنیم. حالا مرحله آخر، پرگار رو به اندازه سرعت کشتی دانش رو باز میکنه. سرعت کشتی چقدره؟ 12 گره. اینجا سرعت کشتی رو نوشته تو سوال 12 گره. سرعت کشتی 12 گره. خب ما باید دانه پرگار رو به اندازه 12 گره باز کنیم. 10 12 تا، پس 5 تا 10 تا 11 12. خب پرگار رو میاریم، یه پایش رو میزنیم رو جریان آب، پای بعدیش هر جایی رو قطع کرد. خب مثلا اینجا قطع کرده، این نقطه روی CMG به دست میاد. خب دیگه ما با خطکش جریان آب رو به اون نقطه وصل میکنیم. این خطه میشه CTS ما، راه کشتی ما. کشتی با این راه بره تا به مقصد برسه. خب از کجا بفهمیم CTS مون چند درجه است؟ خطکش رو میذاریم رو CTS و میریم رو مرکز، میخونیم ببینیم چند درجه است. 90 100 110 120 130 تقریبا 134 درجه. 134 درجه. پس CCS مون میشه 134 درجه حقیقی. تو امتحان سوال از چی از ما خواسته بود؟ سوال CTS از ما خواسته بود دیگه. شد 134 درجه حقیقی. اینو تو پاسخنامه می‌نویسین. یه چیز دیگه از ما خواسته بود، فاصله برای رسیدن به مقصد. خب اگر بخوایم CTS رو به دست آوریم جدا، میگه فاصله برای رسیدن به مقصد. خب ما باید چجوری فاصله رو اندازه بگیریم؟ خب کشتی ما اول تو مبدأ حضور داشته. خب پرگارمون رو از مبدأ تا مقصد، از مبدأ تا مقصد باز میکنیم، میریم بغل نقشه میخونیم ببینیم چند مایله. مثلا 5 10 15 16 17 مایله مثلا. بریم مثلا پرگارمون از مبدأ تا مقصد باز میکنیم، دانه پرگار رو، بعد میریم بغل نقشه میخونیم ببینیم چند مایله. مثلا شده 17 دقیقه. 17 دقیقه میشه 17 مایل. میریم تو پاسخنامه مینویسیم فاصله تا رسیدن به مقصد 17 ناتیکال مایل یا 17 مایل دریایی. 17 ناتیکال مایل یا 17 مایل دریایی میشه فاصله. پس جواب سوال رو هم فاصله رو به دست آوردیم، هم CTS رو. CTS همون شد 134 درجه حقیقی و فاصله شد 17 ناتیکال مایل. جواب سوال به دست اومد.